فرودگاه بین المللی دوشنبه شب 14 نوامبر به بزمگاه مانند بود. صدای کرنای و سرنای، پرچم و آویزه ها با عکس پهلوانان تاجیک سیمومین رحیموف و بهروز خواجه‌زاده صحن فرودگاه را پر کرد. در دل شب صدها نفر در فرودگاه دوشنبه به استقبال پهلوانان تاجیک جمع آمدند. همین لحظه ها باید از فرودگاه ورزشکاران تاجیک از جمله بهروز خواجه‌زاده قهرمان جهان اوید به سامبو بیرون شود و ما هم حالا می رویم به استقبال ورزشکاران. برای مسئولین حاضر شدن مردم زیاد در این مراسم غیر انتظار بود. از جمع آمدگان خیلی خواهش میشد راه را برای پهلوانان باز و ترتیبات را رعایت کنند. بهروز به نزد مخلصان حاضر شد. اکثریت در مراسم استقبال پهلوانان می‌خواستند بهروز را با این پیروزیش تبریک کنند، دستش را فشارند و همراهش عکس بگیرند. همه می‌خواست در مورد اصول لت دادن دست از سوی رقیبش بفهمد. وقتی که او دست ما رو با اصول لت دادن دچار گردید، من در آنجا حس ملی، حس وطنداری مرا فرا گرفت. من با تابلو نگریستم که در 19 ثانیه وقت بود و تا خدم. رهبریت کمیته جوانان و ورزش و نمایندگان از شهرداری دوشنبه هم به تبریک بهروز آمدند و فرق از خانواده او که به قهرمانی پسرشان باور داشتند، انتظارات برخی از مسئولین گشتی نوع سامبوی تاجیکستان از ورزشکاران معروف دیگر هم زیاد بود. من امید داشتم که در این مسابقه البته اکمالالدین کریموف دست بالا میشد که نبی محمد خورکش چونگی ها زیاده قریب 5 بار 6 بار میشد که در زینه دوم اومده قرار دارد. ولی البته من باوری دارم که اگر آنها کوشش زیاد کنند به این مقصد میرسند. برخی از مربیانی که تیم سامبوچیان تاجیک را در مسابقه سوچی همراهی می‌کردند میگویند تلاش و رقابت چند پهلوان دیگر هم خیلی خوب بود. با گفته محمد شریف سلیمانوف، مربی ورزیده گوشتی، ورزشکاران تاجیک می‌توانستند جایزه و عنوان‌های بیشتر به دست آورند، ولی در چند مورد داوران به اشتباه راه دادند و ناحقی کردند. دیگر پهلوانان خیلی خوب برآمد کردند، چی در سامبوی رمزی و چی در سامبوی ورزشی اکمالالدین کریموف که یکی از پهلوانان بهترین جمهوری زدن چند دفعه سزاوار جای دوم میگردد و پرچم جمهوری از زمان در زینه دوم برداشته میشد و ظفر اولمشویف نیز خیلی موفقیتانه با موفقیت برآمد کرد، ولی بسیار لحظه‌ای بود که چند قوزمایی بود که داوران کم ناحقی کردند. علال خصوص پهلوانان دسته منتخب روسیه رو خیلی دستگیری میکنند. داوران در قوزمایی وزن 52 کیلو پهلوان ما بسیار خوب برآمد کرد، ولی پهلوان روسیه رو دستگیری کردند. ورزشکاران تاجیک از سوچی با 5 نشان، 1 طلا، 2 نقره و 2 برنجی به وطن برگشتند. نبی محمد خورکشف، پهلوان معروف دیگر که بعد یک بحث و با مشکل به مسابقه رسیده بود، در بازگشت تیم پهلوانان تاجیک را همراهی نمی‌کرد. او برای چند روز دیگر در مسکو میماند. مسابقه جهانی سامبو بین 93 دولت دنیا برگزار شد. با افتخار غالبیت ورزشکار 22 ساله تاجیک بهروز خواجه‌زاده برای اولین بار بعد 14 ساله سرود ملی و پرچم تاجیکستان بالا شد. غالبیت بهروز جوان بر رقیب با تجربه و آوازه‌دارش استفان پاپوف تا دیر در خاطره مردم تاجیک نقش خواهد بست.